سلام دوستان، به کانال دلبر بافت خوش اومدید. من فاطمه‌ام و قصد دارم توی این کانال آموزش 0 تا 100 عروسک بافی رو به طور کامل براتون قرار بدم. اگر اولین باری هستش که کانال من رو نگاه میکنید حتما سابسکرایب کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. من امروز خیلی خوشحالم و پر از انرژی و هیجان، به خاطر اینکه این اولین ویدیویی هستش که دارم براتون ضبط میکنم و بالاخره تونستم که این کارم رو شروع بکنم. پس خوشحال میشم که با لایک و کامنت هاتون به من انرژی بدید تا بتونم ویدیوهای بعدیم رو براتون آماده بکنم. بریم سراغ آموزش امروزمون. امروز قرار هستش که ابتدایی ترین کار در بافتنی با قلاب رو بهتون آموزش بدم که اون هم نحوه زدن گره اولیه، انجام زنجیره و همینطور بافت پای کوتاه هستش. ما برای این کار نیاز داریم به یک قلاب و همینطور کانوا. من برای اینکه بهتر برای شما دیده بشه از یک کانوای نسبتاً ضخیمی استفاده کردم و قلاب سایز 4. من این رنگش رو انتخاب میکنم که برای شما بهتر دیده بشه. خب میریم سراغ قسمت اول، یعنی زدن گره اولیه. برای این کار نخ رو در ابتدا در دست راستمون میگیریم، چند دور انگشتمون میپیچیم و بعد به این حالت نخ رو برمیگردونیم و اینجا یه حلقه‌ای ایجاد میشه. قلابمون رو از داخل این حلقه رد میکنیم و حالا قلاب رو از پشت این نخ میگیریم و نخ رو از داخل این حلقه رد میکنیم. حالا کار رو سفت میکنیم. اینجا گره ما ایجاد میشه. من یه بار دیگه این کار رو تکرار میکنم، دقت کنید. برای زدن گره اولیه نخ رو در دست راست میگیریم و بعد چند دور انگشتمون میپیچیم. حالا اینجا به این حالت یک حلقه ایجاد میکنیم و قلابمون رو از داخل این حلقه رد میکنیم. حالا قلابمون رو از پشت نخ میگیریم، اینجا نخ رو میگیریم و از داخل این حلقه رد میکنیم. حالا اینجا نخ رو سفت میکنیم به اندازه‌ای که میخوایم این گرمون سفت باشه. به همین ترتیب گره اولیه ما ایجاد شد. تو قسمت بعدی قرار هستش که نحوه زنجیره زدن رو بهتون آموزش بدم. برای این کار ما نیاز داریم که طبق آموزش قبلی اول گره اولیه رو ایجاد بکنیم. به این ترتیب گره اولیه ما ایجاد شد و حالا برای زنجیره زدن قلاب رو میگیریم، میبریم پشت نخ رو میگیریم و از داخل این حلقه رد میکنیم. ببینید و اینجا زنجیره ما ایجاد میشه. یه بار دیگه انجام میدم، دقت کنید. قلاب رو میبرم از پشت نخ رو میگیرم، نخ رو از داخل این حلقه در میارم. به این ترتیب زنجیره من اینجا ایجاد میشه. الان من اینجا 2 تا زنجیره دارم. میخوام که در کل 10 تا زنجیره بزنم. پس 8 بار دیگه هم این کار رو تکرار میکنم. دقت کنید. قلاب رو از پشت نخ میبرم، از داخل حلقه در میارم. این 3 بار، 4 بار، 5 بار، 6 بار، 7 بار و 8 بار. این هم 2 تا زنجیره دیگه. الان من 10 تا زنجیره دارم. بعد از اینکه زنجیره های ما ایجاد شد، میریم سراغ ابتدایی ترین روش بافتی که داریم که اسمش بافت پایه هستش، بافت پایه کوتاه.
ببینید برای این کار قلاب رو میام از زنجیره دوم نسبت به قلاب میام از زنجیره دوم از داخل زنجیره دوم رد میکنم و حالا این بار قلاب رو از روی نخ میگیرم، نخ رو از داخل این حلقه در میارم. همونطور که میبینید اینجا الان من 2 تا حلقه دارم، میبینید. حالا این بار قلاب رو از زیر نخ میگیرم و همزمان از هر 2 حلقه در میارم. به این ترتیب بافت پای کوتاه من ایجاد شد. دوباره این کار رو تکرار میکنم برای زنجیره بعدی. ببینید قلاب رو داخل زنجیره بعدی میبرم، از روی نخ رو میگیرم و از داخل این زنجیره در میارم. حالا اینجا 2 تا حلقه دارم. این 2 تا حلقه من که اینجا ایجاد شد، حالا قلاب رو از زیر نخ میگیرم و نخ رو همزمان از هر 2 حلقه در میارم. به این ترتیب پای کوتاه من ایجاد شد. همین کار رو تا انتهای رج انجام میدم. ببینید تا الان 2 تا پای کوتاه، حالا این 3 تا پای کوتاه، این 4 تا پای کوتاه، 5 تا پای کوتاه، 6 7 8 9 و 10. به این ترتیب 10 تا پای کوتاه من روی رج اول انجام شد. خب دوستان، آموزش امروزمون به پایان رسید. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. اگر دوست داشتید حتما لایک فراموش نشه و اینکه توی کامنت ها حتما بهم بگید که چه مدل عروسکایی رو دوست دارید که آموزش بافتش رو براتون قرار بدم. راستی این خرسی کوچولومون رو هم حتما توی ویدیوهای بعدی آموزش بافتش رو براتون میذارم. فعلا خدافظ.